ویدیوی امروز در مورد 5 زبان عشق که بر پایه کتاب دکتر گری چاپمن هست که خلاصش اینه که هر کدوم از ما یه زبان عشق داریم برای دادن و گرفتن عشق که شناخت این زبان باعث میشه که هم بتونیم خودمون رو از عشق سیراب کنیم هم اطرافیان و عزیزانمون رو. حالا برای اینکه زبان عشق خودتو بشناسی تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام، من مهریم و به این ویدیوی دیگه با من خیلی خوش اومدین. من نوتامو با چیزایی که فهمیدم رو توی این دفتره نوشتم و از این براتون میخونم که اولین زبان عشق کلمات تاییدآمیزه. بعضی وقتا کلمات بلندتر از رفتارها و کارها صحبت میکنن. اگر این زبان عشق توه پس تعریف و تمجید، قدردانی و سپاسگزاری خیلی برات اهمیت داره و شنیدن جمله دوست دارم خیلی برات لذت بخشه. در مقابل کلمات توهین‌آمیز و طلبکارانه، انتقاد یا بی‌احترامی در کلام خیلی میتونه اذیتت کنه. اگر کسی که دوستش داری باهات با این زبان صحبت میکنه هر روز ازش تعریف کن و قدردانی تو با کلمات بیان کن. چقدر این لباس بهت میاد؟ چقدر درآمد این ماهت عالی بود؟ خیلی ازت ممنونم که بچه رو نگه داشتی تا من برم مهمونی. چقدر امروز ظرفا رو تمیز شستی. گفتن این کلمات و جملات بین افراد باعث میشه که شهامت بهتر بودن رو پیدا کنن و یه جورایی از عشق شما سیراب بشن. فراموش نکن که هیچ وقت جلوی جمع بهش توهین نکنی. دومین زبان عشق خدمت کردن. اینجا رفتارها و کارها بلندتر از کلمات صحبت میکنن. کسایی که با این زبان عشق صحبت میکنن عشقشون رو با انجام دادن یه سری کارها به کسایی که دوستشون دارن نشون میدن و اونا بیشترین احساس عشق رو زمانی دارن که عزیزانشون براشون کاری انجام بدن. اگر بخوام که برای خدمت کردن مثال بزنم میشه آشپزی، کمک کردن تو کارهای خونه، رفتن به خونه مامانش برای انجام یه سری کارا، نگهداری از بچه ها، انجام دادن کارهای روزمره، شستن ظرفا، یاد دادن چیزی بهشون یا یه کاری کنی که خلاصه یه باری رو از دوش این آدم برداری. در مقابل تنبلی، عمل نکردن به قولها و تعهدایی که میدی خیلی اذیتشون میکنه و اگر که فرد مورد علاقت با این زبان صحبت میکنه، اگر بخوای یه محبتی، یه عشقی، یه توجهی بهش بدی، یه باری رو از رو دوشش بردار. مثلا بهش بگو که تو امروز آشپزی کردی، من ظرفا رو میشورم. تو امروز خیلی کار کردی، من رانندگی میکنم. سومین زبان عشق هدیه گرفتنه. برای بعضی آدما گرفتن هدیه اولویت عشقشونه، اولویت زبان عشقشونه. اینا آدمای مادی نیستن. اینا رو با آدمای مادی اشتباه نگیرین، چون که به گرون قیمت بودن هدیه توجه نمیکنن. به عشقی که پشتشه، به زمانی که تو گذاشتی و رفتی هدیه رو گرفتی دقت میکنن. اگر که زبان عشق تو هدیه گرفتنه، وقتی که هدیه میگیری قلبت پر از عشق میشه و احساس میکنی که دنیا رو بهت دادن و خیلی بیشتر از قیمتش برای اون کادوی ارزش قائل میشی. فراموش کردن تولد، سالگرد یا یه کادویی که هیچ فکری پشتش نبوده میتونه یه فاجعه باشه. اگر کسی که دوستش داری با این زبان صحبت میکنه، تو نوت گوشیت یه صفحه باز کن و هر وقت که اون گفت که از فلان چیز خوشم اومد اونجا بنویس. اون موقع وقتی میخوای کادو بگیری دیگه نیاز نیست که هی فکر کنی ببینی چی براش بگیری. تو یه لیست داری. کادوهای یهویی بدون مناسبت این افراد رو خیلی خوشحال میکنه. چهارمین زبان عشق زمان اختصاصی یا وقت گذاشتن برای یکدیگر. این افراد بیشترین عشق و زمانی حس میکنن که شما به صورت کامل و اختصاصی در کنارشون حضور داشته باشید. تعریف اونا از عشق توجه کامل و بی قید و شرط به اوناست. البته حضوری که بدون حواس پرتی باشه، بدون گوشی، بدون تلویزیون. قرارهایی که کنسل میشن یا گوش ندادن ها میتونه خیلی براشون اذیت کننده باشه و اگر که میخوایم که یه هدیه ویژه به این آدم ها بدین،
ازش بپرسین که اگر من بخوام که یک روز رو کامل به شما اختصاص بدم، دوست دارین که چیکار کنیم اون روز و فعالیت هایی که میگه رو میتونیم با هم انجام بدین و فکر میکنم که تا روزها و هفته ها و ماه ها اون آدم از عشق شما سیراب بشه. پنجمین زبان عشق تماس فیزیکی. تماس فیزیکی برای این افراد صاحب بالاترین اولویت و اهمیته. حتی کوچکترین لمس ها هم براشون یه دنیا ارزش داره. بوسه، بغل، لمس دست، شانه یا حتی صورت راهاییه که میتونه عشقتون رو به این افراد ابراز کنید. در مقابل هر گونه آزار فیزیکی مثل سیلی زدن، نیشگون گرفتن یا امثال این رفتارها برای این افراد غیر قابل بخششه. اگر فرد مورد علاقه شما با این زبان صحبت میکنه، موقع صحبت دستتون رو بندازید دور گردنش یا دور کمرش یا گرفتن یه وقت ماساژ یه هدیه عالی میتونه برای این آدم باشه. همه این پنجتا که گفتم برای همون مهمه و یه جورایی عشق و محبت حساب میشه، اما یکیش هست که اگر نباشه ما احساس بی‌توجهی میکنیم، کلافه میشیم، دائما غر میزنیم و از نظر ما محبت اونه، نه اون کاری که تو داری میکنی و چیزی که همش از پارتنرت میخوای برات انجام بده احتمالاً زبان عشق توه. یه چیزی که باید بگم اینه که ممکنه شما هر روز به پارتنرتون یا آدم مورد علاقه زندگیتون، خواهرتون، برادرتون، مادرتون، پدرتون، هر کسی که در واقع اولویت زندگی شماست عشق بدین، اما اون آدم از عشق شما سیراب نمیشه و حس میکنه که شما بهش توجه نمیکنین. چرا؟ چون شما با زبان عشقمون باهاش صحبت نمیکنین و اولویت اون آدم یه چیز دیگه است. بذار یه مثال بزنم براتون. آدما از زبان عشق خیلی اذیت میشن، یعنی اگر خلاف زبان عشقشون رو انجام بدین خیلی اذیت میشن. شما دو تا پسر بچه رو در نظر بگیرین که هر دوشون پس گردنی میخورن. یکیش ممکنه بخنده و چند دقیقه بعد فراموش کنه، اما اون یکی ممکنه که از شما خیلی ناراحت بشه، با فاصله از شما راه بره از اون به بعد و شاید تا آخر عمرش فراموش نکنه. پسر بچه دومی زبان عشقش تماس فیزیکی بود و اینا از هر گونه لمس و در واقع سیلی و پس کردن اینا خیلی بدشون میاد و من دیدم همچین آدمایی رو تو زندگی خودم که حتی مثلا یکم بیشتر نزدیکشون نشستن ممکنه خیلی معذبشون کنه. مراقب آدمای زندگیمون باشیم و عشقی رو بهشون بدیم که ازمون میخوان، نه اون عشقی که خودمون اصرار داریم که بهشون بکنیم. راستی بچه‌ها هم زبان عشق دارن و بزرگترها هم که همینطور. برای اینکه متوجه بشی زبان عشق چیه، یه لینک پایین این ویدیو میذارم که یه تسته برای فهمیدن زبان عشقت که البته انگلیسیه برای کسایی که انگلیسی بلدن، اما اگه تو گوگل سرچ کنی که تست 5 زبان عشق برات میاره. اون تست رو انجام بده و زبان عشق خودت رو متوجه شو و امیدوارم که این ویدیو بتونه بهت کمک کنه که ذره بیشتر خودت رو دوست داشته باشی و بتونی عشق مناسب رو به اطرافیانت بدی. مراقب خودت باش. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.